سلام و درود. توی این ویدیو قرار 4 تا سایت ساخت سرور معرفی بکنیم که هم پولیان هم رایگان. بریم ببینیم که در واقع چه سایت هایی هستن. اولین سایت ساخت سرور اترنوسه که حالا رایگانه و اینم منو اصلیشه. حالا ما بقیه این چیزا کار نداریم، پلی اینجا رو ما میزنیم و از قسمت کریت میتونید سرور بسازید. حالا من قبلا ساختم ولی شما اگه خواستید بسازید بعد کریت رو بزنید، وارد سرور میشیم. منو اصلیشه. حالا یه ادبلاکر داره که خیلی رو مخه و حالا دیگه خیلی واقعا اذیت میکنه آدمو. و اینجا که حالا آدرس و اینا، و اینجا قسمت سافت‌ویر که در واقع میتونیم فورز و فابریک و پیپر اینا که برای پلاگین و مود و مودپک حالا ما کار نداریم، ما میخوایم وانیلا باشه. میایم اینجا حالا قسمت ورژن که در واقع همه ورژن ها رو داره دیگه، همه رو از ورژن 1 گرفته تا ورژن 1.21.8. حالا اسنپ شات ها رو کار نداریم چون همش میاد دیگه ورژن جدید. و میریم حالا اینجا و در واقع از اینجا میتونید سرورتون استارت بکنید، حالا کار نداریم. تو قسمت آپشن در واقع تمام تنظیمات سرورتون، حالا گیم مودتون اینجا میتونید مثلا کریتیو بکنید، اینجا دیفلیکاتیو میتونید تغییر بدید، پی وی پی و انیمالز و کلی چیزای دیگه. و اما یه چیز خیلی اینجا مهمه، اونم کرکه. اگه این خاموش باشه فقط کسایی که کارت پریمیوم دارن میتونن برن، پس باید اینو روشن بکنید. و اینجا هم قسمت وایت لیست که اگه دوست داشتید روشنش میکنید، دوست نداشتید حالا خاموش نگه میدارید که دستم نمیزنید. بقیه تنظیمات دیگه حالا ما باشون کار نداریم، اینا تنظیمات پیشرفتن دیگه. و قسمت کنسول که برای کامند و ایناست، و قسمت پلیرز که در واقع میتونیم تو این قسمت وایت لیست ها، او پی ها و بن پلیر و پلیر هایی که بن آی پی شدن رو اینجا ببینیم و همینطور بنشون کنیم. و قسمت فایلز که در واقع کار نداریم باش. قسمت ورد ما اینجا میتونیم با گزینه آپلود به صورت زیپ یا فولدر یه وردی آپلود بکنیم توی سرورمون. حالا هر وردی اینجا میتونیم جنریت بکنیم، مثلا سوپر فلت، و اینجا سید بزنیم و اینجا مثلا میتونیم هاردکور بکنیم و اگه اینو خاموش بکنیم جنریت استراکچر دیگه مثلا استراکچری اسپان نمیشه دیگه، ویلیج و اینا. سرور بعدی سرور مایمانوت هستش، در واقع اینم رایگان هستش و پولی نیاز نداره مگه اینکه بخواید ارتقا بدید، اما خب رایگانه برای استفاده. ما اینجا ترای فور فری رو میزنیم و اینجا اسم سرور از همون میخواد، حالا فیل جوجه رو میزنیم و اینجا در واقع گیم ورژن حالا بدراک و جاوا و مثلا پاکت ماین ام پی و بانگی کارت و اینو ما اینا کار نداریم، ما بیشتر با جاوا و بدراک کار داریم که پر استفاده ترین. حالا ما بدراک یا همون جاوا رو میزنیم و اینجا کریتش رو میزنیم. اینجا ورژن سرور در واقع میتونیم انتخاب بکنیم، حالا پیپر اسپیگات برای پلاگینه و در واقع مثلا اسپیگات خودش برای پلاگینه، دوباره فورز فابریک اینا برای مودن و فورز برای موده تا 1.21.8 هم داره، فابریک هم برای موده. اما خب ما وانیلا رو میزنیم عادی باشه که همه ورژن ها رو داره. حالا ما ورژن 1.21 رو انتخاب میکنیم. اینجا میگه که ما یه سرور داریم از قبل، چون این سرور قبلا ساختم میگه داریم. حالا ما میریم سرور قبلی رو باید منیج بکنیم، کدوم بخش بود. آره ما اینجا سرور قبلی رو پیدا میکنیم. بله اینجا من قبلا اینجا ساخته بودم، حالا منیج رو میزنیم روش و اینجا هم دور که میبینید سی پی یو نشون میده، مثلا آی پی نشون میده و اینجا کپی میکنید. اینجا مثلا میگه آفلاین آنلاین و اینا. اینجا کرک اینو حتما باید روشن بکنیم. این ور سی پی یو یوزیج و مموری یوزیج و دیسک یوزیجه که ما با اینا کار نداریم. سرور بعدی سرور پرو هستش که اینم رایگانه، همونطور که من اینجا فریو بزنیم برای منکرافت جاوا و منکرافت بدراک و همینطور بازی تراریا میتونیم سرور بسازیم. تراریا هم که اگه خواستید کامنت کنید که گیم پلی یا آموزش ساخت سرورش رو براتون بذاریم، بس حتما کامنت بکنید. حالا ما اینجا منکرافت جاوا رو انتخاب میکنیم که 2 تا ریجن داره، اینجا ریجن فرانسه و ریجن کانادا. البته اگه مثلا ریجن گیمینگ مثلا انتخاب بکنیم، اینجا گیمینگ پرو مثلا 12 گیگ، اینجا یه ریجن آمریکا مال اضافه میشه که اینجا مثلا پینگاشون نمیشه، ولی اگه بخواید با دلار بگیرید دیگه ما هم فریو میزنیم. اینجا فرانسه فعلا پینگش بهتره دیگه، ریجن فرانسه، چون البته بستگی داره، اینجا مثلا ممکنه کانادا بهتره باشه یه موقع، ولی فعلا اینجا نمیشه 108، پس فرانسه بهتره انتخاب میکنیم. اینجا سری تنظیمات ریز و در واقع غیر مهمی هم داره. حالا اینجا هاست نیم رو میتونید انتخاب بکنید،
حالا اینور آخر هاستنیم چیا باشه، مثلا دات مثلا سرور پرو اینا زیاد مهم نیستن. اینا هاستنیم مهم آی پی که دیگه خودش میده، نمیاد جنریت بکنی. و اینجا قوانین رو میزنیم و رعایت میکنیم و استارت سرور. حالا منتظر میشیم که این برامون سرور رو بسازه تا ببینیم چجوریه. آره این منوی اصلی سروره، اینجا استارتینگ و هاست نیمش اینه و آی پی که در واقع همینه دیگه، با این وارد میشیم. پس هاست نیم زیاد مهم نیستش، فقط همون آی پی مهمه. حالا اینجا کپی میکنی و سرور استارتینگ، در کل همینه، زیاد چیز خاصی نداره. مثلا اینجا پلنمون ویدیو اینور نوشته پاور مثلا آنلاین شد، الان سرور روشن شد. و اینجا گفته هر 59 دقیقه، در واقع هر یه ساعت یه بار سرور برامون ریست میشه، یعنی 59 دقیقه دیگه ما دوباره باید بگیم سرور رو ریستارت بکنیم. قوانین سرور دات پرو یه مشکلی که داره همینه دیگه، هر یه ساعت یه بار. حالا این سرور پرو بودش. میرسیم به سرور هلیکس گیم که در واقع سرور پولی مجازی ایرانیه که ما میتونیم ازش کلی سرور بخریم و باید برای این سرور پول بدید دیگه، مثل قبلی رایگان نیستش. حتی پایین ترین پلنش هم پولیه. اینجا سرور مجازی گیم داره، مثلا اینجا خرید سرور مجازی گیم رو بزنیم وارد اینجا میشیم که همچین چیزی. حالا ما زیاد نمیخوایم، ما میخوایم فعلا آموزش سرور مجازی ماینکرافت رو بهتون بگیم که حالا اینجا ما سرور ماینکرافت رو میزنیم. اینجا پلن 1 پلن 2 چند تا پلن داره که حالا قیمتاشون اینه دیگه. با این قیمت ها میتونید سفارش بدید که هر کدوم خصوصیت خاص خودشو داره. هرچی قیمتش گرونتر باشه خب معلومه بهتره. اینجا مثلا رم سرور 8 اینا هستش، 4 سی پی یو اینا، آپ تایم 99%، آنتی داس سخت افزاری و آنتی ویروس و همچین چیزا داره دیگه. که حالا مثلا پلن 4ش در واقع 100 تا بازیکن جا داره، رم 16 گیگ داره اینا، که در واقع توی این سرور بهتر از همشون همین پلن 4، ولی پلن 1 هم خوبه دیگه. حالا ما خودمون پلن 1 رو ازش خرید کردیم، راضی بودیم. بعد اینجا پلن 2 هم یه خورده از این بهتره و آره دیگه همینجوری میتونید اینجا انتخاب بکنید پلنی که میخواید و اینجا سفارش دهید و بزنید. اینجا مثلا توضیح میده شما چه چیزایی انتخاب کردید. حالا محض اطمینان ما اینا رو انتخاب کردیم. اینجا مثلا اسم سرور، پلتفرم سرور، جاوا، پیپر، فورد، بدراک و اینا داره که حالا ما جاوا پیپر رو انتخاب میکنیم که در واقع پیپر هم پلاگینه هم وانیلا. نسخه سرور مثلا 1.21.8 رو انتخاب میکنیم و اینجا آره دیگه 10% مالیات داره، قیمتش میشه این. ادامه رو میزنیم. اینجا گفته که فیلد نام سرور پر نکردیم. اینجا ایفیرجو می نویسیم حالا اسم سرور رو و ادامه رو میزنیم و اینجا در واقع دوباره بهمون میگه مثلا همچین چیزایی رو انتخاب کردیم و با قیمتش با 10% مالیات میشه اینقدر و کوپن تخفیف حالا کار نداریم. پرداخت نهایی ما میزنیم. اینجا باید دوباره یه سری مشخصات اطلاعات شخصی خودمون رو پر کنیم. امیدوارم این آموزش ها براتون مفید بوده باشه و خیلی خوب ازشون استفاده بکنید. سابسکرایب یادتون نره و ویدیوهای جدید ما رو حتما دنبال کنید. خدا نگهدار.